کسی باید برادرانس یادم گیره مک فاروق جان. این فاروق ما فقط گریه میکنه. السلام علیکم و رحمت الله. برادرای عزیز خواستم یک خبر خوش رو برسانم که انا سومی فاروق جان جمع شده گیای با همون خاطر ما شما را خاطر رسان کنم که سوم نپرتین در حق دودر دو کنین. انشالله که بس است. مادر فاروق جان زنگ زد که انا زبور محکم تمام سوم جمع شده گیای انا خداوند خواسته باشه که با مسکو که آوردنش انشالله که با علاقه دایم با همه درونو دایم میگیم که اومده این مسکو ده واقعی چی گفتنیم. الله مهربون همتون نگهبان باشه برادرها. در حق فاروق جان دعا کنین. خیلی خداوند که بیارش با این مسکو را میبینن که دخترها تفتیش میکنن که چو کردن در کار. خیلی انشالله که شید یگان خدمت در ایجا انشالله که دربارشان چختیم که نشید دعا میکنیم که الله شفاش بده. الله مهربان نگهبان تماشا برادرها زنده باشین. خداوند همه ما را نگهبان باشه.